بیایید با هم اینستاگرام رو بررسی کنیم. دنیایی پر از فکرها، عقاید و باورهای مختلف. هر کی یه چیزی داره میگه. هر کی یه دیدگاهی داره. یه نفر موفقیت رو داره فریاد میزنه، یکی دیگه سکوت رو داره تبلیغ میکنه. یکی میگه پول همه چیزه، یکی میگه نه، دلخوشی باشه همه چی هست. ولی مشکل از کجا شروع میشه؟ از اون لحظه‌ای که تو شروع میکنی باورها و حرفهای بقیه رو وارد ذهنت میکنی، بدون اینکه بهشون شک کنی، بدون اینکه با خودت بسنجی، بدون اینکه فکر کنی این حرف واقعا برای من درسته یا نه. همینجا ذهن شروع میکنه به دودلی، تردید و ضعف ایمان و باور. آروم آروم از خودت فاصله میگیری و دیگه نمیدونی اون چیزی که میخوای واقعا اون چیزیه که خودت میخوای یا تلقینی شده از این اینستاگرام. ذهن تو جای مقدسیه. اگه هر چیزی رو راه بدی توش، کم کم گم میکنی خودت رو، خواسته هات رو و اهدافت رو. دوستان، هر چقدر میتونید باید سعی کنید از فضای اینستاگرام و فضایی که باورهای شما رو تحت تاثیر خودش قرار میده فاصله بگیرید. اینجوری بهتر و راحت‌تر میتونید زندگی خودتون رو، ذهن خودتون رو، افکار خودتون رو کنترل کنید.